و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر مسلمانم بارک الله فیک، شما در اینجا سوال ارسال نمودید که سوال داشتم طول اینقدر سال خونده در چند جای علم بسیاری آموختید اما چرا علم حنفی را نآموختید؟ التماس به من گویید. یکی از خواهران اسلامیتون از تاجیکستان. الله شما را حفظ بکند و برکتون بتید. اولین علمی که ما از آموختن همین علم شروع کردیم این آموختن مذهب حنفی بود. در تاجیکستان آیا غیر از مذهب حنفی دیگر علم از علم‌های اسلامی فقهی وجود دارد؟ البته که ندارد. بنده از سال 1999 یا بگیم 2000 تعلیم علم میگیرم، از دست علمای حنفی گرفتم. کتاب‌های فقه حنفی را از مختصر الوقایه، قدوری و تو بالایش این متن‌ها را از یاد کردیم و کتاب‌های بزرگش را به مانند هدایه یا به مانند بدائع الصناع المبسوط للسرخسی را مطالعه کردیم. از تمام مسائل فقهی نه فقط با خبر هستیم، حتی حفظ کردیم، از یاد کردیم و از جانب عقیدوی شیخ اکبر رو خوندیم، از یاد کردیم. شرح این عقیده رو خوندیم، تحاوی رو خوندیم و غیره و غیره. و این چنین دیگر مذاهب رو هم خوندیم. یعنی در تاجیکستان تقریبا این چنین در تاجیکستان بگیم 6-7 سال تعلیم گرفتیم، از خیلی علماش تعلیم گرفتیم، مدرسه ها رو ختم کردیم الحمدلله. اما بعد از این که باز مطالعه کردیم امروز باز حقیقت برای ما آشکار شد. ما نمیگیم که مذهب ابو حنیفه مذهب یگون بد است یا باطل است، ما نمیگیم. مذهب ابو حنیفه یکی از مذهب‌های اهل سنت است، لیکن امروز به نام ابو حنیفه این صوفی های مشرکی که استفاده میبرن ما این رو انکار میکنیم. ابو حنیفه صوفی نبودند، ابو حنیفه مشرک نبودند، ابو حنیفه طاغوت پرست نبودند. امروز این صوفی ها از نام ابو حنیفه استفاده میبرند. بارک الله فیک.